کردم های سر شب تا سر گریه کردم سر شب تا سر گریه کردم چشم برآمد دل و یادت گریه کردم. ناحیه یابان. جوان هر صبح سر راه کلان ماشینگرد برآمده تا شام آمدن برادرش کرام‌الدین محمدعلی‌اف را که او را حتی در خاطر ندارد منتظر می شود. کرامتالله محمدعلی‌اف از سالهای دراز انتظاری تا حال خسته نشده است و شعله امیدش تا هنوز خاموش نگشته است، ولی امروز او در این راه نه برادرش بلکه گروه ایجادی ما را واخورد. گمان کردیم که او ما را به نزد پدر و مادرش میبرد، ولی او به ما راه خانه‌شان را نشان داد و خود انتظاری را دوام داد. ما باشیم آمدیم به اقامتگاه آنها. همه برگشتند. بهار برگشت. ترنه ها قطار قطار برگشتند. ماه و انجم همگی بر مدار برگشتند. عزیز فرزندان به پیش مادر چشم انتظار برگشتند. عزیزی من تو نمی آیی؟ به پیش مادر چشم انتظار بر نمی گردی؟ مکن خارش خدای پاکی من بشنو تنین التجایم را. من محمدعلی بابامراد اکرمویچ سال تولدم 1960 زاده تو قشلاق دهنه رایون یابان. میخواهم که پسر خودم محمدعلی کرام‌الدین بابامرادویچ 29 آگوست سال 2002 به شهر فدراسیای روسیه روان شده. از او یگان گپ خبری نیست. من تا حالا درباره وی جستجو دارم. میخواهم که پسر خود را دریافت کنم. مراجعت به روسیه چندین مرتبه مراجعت کرده. در گازت آواز تاجیکان در روسیه میبرامدگی نام و فامیلیش بود که نمره 144 ما در کافتکاوی همین شخص هستیم. مادرت و خواهرت و دادرانت شما را انتظار است. هر لحظه در سر در سخنش در وقت ناخرید شما را انتظار. میخوام که فرزندم بیاید یا شما بیاید فرزند. من ساختی آدم های دیگه باره با آرزو حواسم بیرست. کرام‌الدین بچه جان من انتظارم که شما به خانه بیاید. کرام‌الدین جان من بابین داشتم محمد شریف مادر جان بیا بگرد بیا خانه بیا. این 10 سال 12 سال آدم ها میروند 1 سال 2 سال میان خبر نگیرن خواهد چشونه کش دوباره خبر میگیرن با گشتی میروند. برگرد بیا. همه در انتظار تن بهمیدن که تایم میره ما بعد وقتی خوشو میبینیم. گلی پیاده پیاده ز راه دور آمد. گذشت موسم سرما و وقتی سور آمد. چرا نمی آیی؟ در وقت بازگشت ما این برادر چشم براه را باز واخوردیم. اکا مایم کرامتالله وقتی رفته بودیم من 4 ساله بودم ولی بین چه خیلی کلان شدم. برگرد به خانه ما. هر روز راه تو در همین جا نگاه میکنم. التماس برگرد. دور کمپانی از آرزو با موفقیت.